یه فیلمی تو یوتیوب هست میگه از پولدارای تهران پرسیدم تحصیلات و شغلتون چیه. پارت 11 هم. با 11 تا پارت فیلم برداری از وضعیت شهر تهران به علل خصوص پولداراش میپرسه. یه ذره پایین تر یه ذره بالاتر رقم میدن و با یه ماشین خاصی در خیابون ها میچرخن و تو یک موقعیت خاص اسمشونو و شغلشونو میگن و درآمدشونو میگن. ما ملاک اصلیمون این فیلم ها دونستن یه سری اطلاعات خاصه که بتونه در عرض 19 ساعت 6000 ویو بگیره و قطعا خب بیشترم میشه. یعنی آدم وقتی که بخواد یه همچین ویدیویی ضبط بکنه و یک همچین محتوایی داشته باشه خیلی به راحتی این ویدیو میگیره و 100% در سلسله ویدیوهای بعدی تا پارت 20 هم که انشالله میره و تا پارت 100 هم بره همینجور روز به روز شب روز به روز ویدیوشو پابلیک کنه و پابلیش کنه و بتونه از این محتواها استفاده بکنه ویدیو خوبی میگیره. قضاوت با خودتونه. تفکر کنیم ببینیم واقعا در چه سمتی ما باید فکر کنیم و موقعیت خاص اینجور افراد رو ببینیم واقعیت داره یا نداره. آیا به صورت ریالیتی شوه یا به صورت کاملا غیر حرفه‌ای داره انجام میشه یا حرفه‌ای. شما نظرتون اینه که آیا این محتوا حرفه‌ایه یا نه غیر حرفه‌ایه، یا برای اطلاعات مردم ساخته میشه یا برای آگاهی مردم ساخته میشه یا برای چه چیزی، چه عنوانی میتونه این موضوعات فیلم ها میتونه خوب به صورت کاملا حرفه‌ای رشد کنه. نظر بدید.